سلام بچه، خیلی خوش اومدی به این ویدیو. بازی انگلیس و کرواسی که 11 الان شروع میشه. یکی از حساس ترین بازی های تا الان جام جهانی قرار گرفتیم. انگلیس با کرواسی، غنا و پاناما هم گروه. خیلی بازی حساسه. ببینیم بازی چند میشه و راستی احسانم نیست و نرسید به این بازی و اسخایی که و درگیر کاراش شد. تا آخر این ویدیو همراه من باش، بدون معطلی بریم تو کارش. لیتس گو. و این هم ترکیب انگلیس رو میبینیم که بازیکن‌ها رو داره نشون بده و بازیکن‌های انگلیس و این هم ترکیب کرواسی. و من راستش تفضیل هیچ کدوم نیست و من بازی لذت دادم، چون نه از انگلیس خوشم میاد نه کرواسی. و مربی توماس توخل که قهرمان کرد تیم چلسی و سال 2020 فکر کنم. نزدیک نقطه پنالتی، موقعیت پنالتی قبل از دقیقه دهم. پنالتی برای انگلستان سر اومد رو زد پنالتیه. میلاویچ در برابر هری کین گرفت. خود تو سر هری کین گرفت. پاس جلو بود دیگه، تکرار شد. دفعه گله هری کین توی دروازه. گل برای انگلیس. گل برای انگلیس هری کین. گل اول رو میزنه دقیقه 11. هری کین بازی 1-0 جلو میندازه برابر کرواسی. انگلیس رو جلو میندازه و مشت اولی‌ها رو انگلیسی ها میزنن. چه موقعیتی ببینیم موقعیت چی میشه. خدا، وای چه پوششی داد. بگیرش. نه وای، این چه گلی بخوردی پیکفورد. خاک تو سر پیکفورد. دکلان رایس و توی دروازه. گل برای انگلیس. چه گلی زد هری کین. دبل کرد. کاپیتان گل دوم میزنه و انگلیس رو یه بار دیگه جلو میندازه. عالی بود این ضربه سر هری کین. در دقیقه 43 هستیم. انگلیس 2 کرواسی 1 و جواب اون گل کرواسی رو خوب میده هری کین. این چه گلی بود. گل دوم خوردیم. چه پاسی ولی داد. اصلا خیلی اون دوتا دفعه گیج بودن. آفساید اصلا نبود. فقط نظارگر بودن که توپ چوری تو گل مره. پیکفورد هم که هیچی. این موقعیه برای انگلیس و گل سوم. چه گلی زد جود بلینگام. گل سوم انگلیس میزنه. چه پاس قشنگ و چه تمام کننده زیبایی. جود بلینگام. ببینیم جود بلینگام. آفرین بهت. خیلی راه افتاده نیمه دوم. موتورش تازه روشن شده جود بلینگام نیمه دوم. اینو چجوری نزدی تو گل؟ دروازه‌بان چه خروج بدی داشت. حرفای توماس توخل رو میبینیم با شاگرداش. تیم خوبی ساخته توماس توخل و خوب داره نتیجه میگیره. الان عالی بوده. 5 تا گل داشته تو این بازی تا الان. دکلان رایس خیلی خوب شد دیگه. وقت تلفی رفت که قانون جدید فیفا برگزاری شد که وقت تلفی فقط 1 دقیقه. وای چه توی دوزه. چه موقعیتی بود. داشتیم در قانون فیفا صحبت میکردیم و ببینیم موقعیت چی گرفت. ببینیم موقعیت رو و این سر رو دوباره زد. اینطوری کشید دومی هم گرفت. دبل سیو قشنگ گلر کرواسی. هری کین و دوباره. چقدر خوب انگلیس. وای و توپو دور میکنه.
دومینیک لیوانکوویچ 3 تا توپو کشید بیرون، 3 تا توپو. اویز لوکا مودریچ میکشه بیرون و فکر کنم کوواچیچو میاره تو. اوه ماشاءالله پیکفورد. نه آفرین آفرین ماشاءالله پیکفورد. پیکفورد خیلی بازیکن دو ضربگیریه، خیلی گلر دو ضربگیریه پیکفورد. تزریق میکنه و میگه که انگلستان برسن و دروازه این تیم رو فتح کنن. جد اسپنس ببینیم وای خیلی توپ کشیدی بیرون این ویلانکوویچ. کرواسی سوار بازی شده و داره فشار رو انگلیس میاره برای گل سوم بازی به مساوی بکشونه. چشم ضد حمله دوخت انگلستان رو مجازات کرد و 3 بار دروازه اونا رو باز شده. او برو چه موقعیتی. رشورد گل چهارم مارکوس رشورد. گل چهارم مارکوس رشورد میزنه. اختلاف رو به عدد 2 میرسونه. چه گلی زد. آفرین بهت. کرواسی 2. و آب سردی بر پیکر تیم کرواسی ریخته میشه. چهارمین گل رو میزنه انگلیس با مارکوس رشورد. گیری نفر به نفر داخل محوطه. ارسال بلند به بعد تیر 2. ضربه سر ببینی موقعیت ماشاءالله به این دفاع. 90 دقیقه تموم شد بازی 4 تا انگلیس میبره با دبل هری کین، جود بلینگام و مارکوس رشفورد. خب بچه‌ها مرسی تا اینجا ویدیو بودین. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید. از این ویدیو خوشتون بیاد کانال سابسکرایب کنید، ویدیوم لایک و زنگوله بغلم بزنید تا این ویدیو دیگه و این بازی جام جهانی دیگه. فعلا خدا نگهدار.